امروز میخوام با دختر خالم که استاد درست کردن باقلوا به سبک بیرونه براتون یه باقلوای ترد خوشمزه درست کنیم. اولین قدم درست کردن شربته که 4 لیوان آب و با 3 لیوان شکر هم میزنیم تا یک دست رو میذاریم روی اجاق. بعد حباب شدن بهش نصف یه لیموی تازه رو اضافه میکنیم تا شکرک نزنه. شربت رو میذاریم کنار تا سرد شه و میریم سراغ گردوها رو با میکسر خردشون میکنیم. یه قالب کره کامل به اضافه 150 میلی لیتر روغن مایه رو میذاریم روی اجاق ذوب بشه. کف روش رو جمع میکنیم و زیر شعله رو خاموش میکنیم. ما از یوفکای آماده استفاده کردیم که هم کارمون راحت تر میکنه و هم تردتر میشه. خمیر رو باز میکنیم و روش یه دستمال نخی نم میندازیم تا خشک نشن. دونه دونه خمیرا رو به آرومی جدا میکنیم و همه جاشون رو روغنی میکنیم. نکتهش اینجاست که به جای وردنی باقلوا برای رول کردن از سیخ استفاده کردیم، چون با سیخ نازکتر و خوشگلتر میشه و قشنگتر هم پخته میشه. گردو رو روی خمیر میریزیم و به صورت طولی رولش میکنیم. آروم با دست فشارش میدیم تا از سیخ در بیاد. هر رول رو به 3 قسمت برش دادیم و آروم هلالش کردیم تا انجیری شکل بشه و گذاشتیمشون توی سینی. یه بارم ویدیو رو از این زاویه گرفتم تا که تو جای اشکال داشتین متوجه بشین. بعد از اینکه آخرین باقلوا رو گذاشتیم تو سینی با بقیه روغن همشون رو روغنی میکنیم تا بعد پخت قشنگ روشون طلایی بشه. اگه خواستین باقلواهاتون به شکل ساده یا همون لوله‌ای بشه، خمیرا رو از تو نصف کنین. همون مرحله ها رو تکرار کنین، ولی تو این مدل باقلوا در آخر برش نمیزنیم. حالا باقلوا رو تو فر با دمای 175 درجه به مدت نیم ساعت الی 45 دقیقه میذاریم تا روشون طلایی بشه. بعد از اینکه درش آوردیم روی باقلوای داغ شربت سرد که آماده کرده بودیم میریزیم و میذاریم خنک شه.